سلام. تو این ویدیو میخوایم طریقه باز کردن معامله در متا تریدر و گذاشتن حد سود و حد ضرر رو با هم انجام بدیم. سلام. امروز میخوایم توی نرم افزار متا تریدر بگیم که چجوری میشه یک معامله باز کرد. برای این کار کافیه ابتدا جفت ارز مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم. به عنوان مثال من میخوام توی جفت ارز یورو دلار وارد معامله بشم. پس کافیه نماد یورو دلار رو انتخاب بکنم. ببینید توی این سربرگ‌ها پایین نگاه می‌کنیم ببینیم یورو دلار کجاست و روش کلیک می‌کنیم. اگر توی این سربرگ‌های پایین این نماد رو نداشتیم کافیه بیایم اینجا قسمت فایل، نیو چارت، فارکس و یورو دلار رو پیدا بکنیم و روش کلیک کنیم تا این چارت برامون باز بشه. خب وقتی که چارت باز شد کافیه که شما این قسمت نیو اوردر رو بزنید. ما طبق تحلیلی که فرضاً روی این نماد انجام دادیم گمان می‌کنیم که این نماد میتونه رشد داشته باشه. یعنی ما تحلیل ما میگه که از این قیمتی که الان هست این نماد میتونه رو به صعود بره. یعنی چی رو به صعود؟ یعنی ما داریم میگیم که قیمت یورو دلار میتونه افزایش پیدا بکنه با این دید که یا یورو میتونه یعنی قدرت بیشتری داشته باشه نسبت به دلار یا دلار میتونه رو به ضعف بره که باعث بشه این نمودار رو به رشد بره. پس اینجا نیو اوردر رو میزنیم. اینجا برای ما مشخص کرده که نمادی که میخوایم معامله بکنیم چی هستش و از ما این پایین میخواد حجممون و حد ضرر و حد سودمون رو مشخص بکنیم. برای اینکه ما حد حجممون رو مشخص بکنیم و ابتدا مشخص بکنیم حد ضرر ما کجا هستش. به عنوان مثال من این معامله‌ای که میخوام باز بکنم طبق تحلیل من میگه که اگر تو این معامله رو اینجا باز بکنی حتی مثلا تا فاصله 50 پی پی این قیمت تحلیل تو میتونه درست باشه. یعنی من با این فرض دارم میرم تو که این قیمت میتونه از این ناحیه رشد پیدا بکنه یا بیاد پایینتر و رشد بکنه و با این دید دارم میرم تو که 50 پیپ SL رو قرار بدم. یعنی تا 50 پیپ هم این معامله بیاد پایین همچنان فرض من درست هستش مگر اینکه بیشتر از 50 پیپ بیاد پایین. پس من دارم به نرم افزار میگم که این معامله رو تا 50 پی پی قیمتی که من وارد میشم برای من نگه داره. پس من اینجا مشخص کردم که SL من 50 پیپ باشه. ببینید اینجا اگه من وارد معامله بشم یکم اینجا وارد معامله بشم SL من 50 پی پی هستش. میبینید اونجا نوشته 502. این بر اساس پیپت نوشته که اون عدد آخر رو که حذف بکنید الان مثلا 506 نوشته. عدد آخرش رو که حذف بکنید میشه 50 پیپ. پس من دارم یه معامله‌ای باز میکنم با این تحلیل که حتی قیمت میتونه تا 50 پیپ پایین‌تر هم بیاد تا رشد بکنه. این فرض من مورد قبوله. پس من نیو اوردر رو میزنم. اینجا اول استاپ لاس هم مشخص میکنم. فرضاً استاپ لاس من هست 1.16 می‌نویسم 1.16. حالا حجممون رو چجوری مشخص میکنیم؟ حساب من نزدیک $1000. من میخوام 1% از حسابمو وارد این معامله بکنم. 1% از $1000 حساب من میشه $10. پس من برای اینکه $10 وارد این معامله بشم با SL 50 پی باید حجم 200 وارد بشم. چرا 200؟ گفتیم که توی جفت ارزهایی که دلار نماد دومش هست اگر با حجم 100 وارد بشیم هر پیپ 10 سنت ارزش داره. پس 50 پیپ اگر با 100 وارد بشم میشه $5. اگر با 200 وارد بشم میشه $10. پس من 200 حجم زدم SL رو گذاشتم 50 پیپ پایینتر و چون در جهت خرید میخوام وارد معامله بشم در جهت صعود این جفت ارز میخوام وارد معامله بشم دکمه بای رو میزنم. تا دکمه بای زدم معامله من توی این قسمت برای من نشون داده میشه. زمین رو پاک کنم. به من میگه که من توی این نقطه که به صورت خطچین هستش معامله‌ای باز کردم و با این خطچین قرمز مشخص کرده SL من اینجا هستش. یعنی داره این نرم افزار برای من این کار رو انجام میده که معامله من که اینجا باز شده رو به جهتش رو به صعود هست در جهت معامله من، ولی این معامله منو تا رسیدن به این نقطه برای من نگه میداره. اوکی، یعنی اگر این نمودار به جایی که رشد بکنه بیاد پایین و من برم توی ضرر، این نرم افزار معامله منو تا این نقطه برای من نگه می‌داره. حالا این تا اینجا. پس ما معامله باز کردیم، حد ضررمون هم مشخص کردیم و حجممون هم بر اساس حد ضررمون وارد کردیم. حالا
تی پی رو چجوری میذاریم؟ کافیه که فرضاً تو همون قسمت نیو اوردر من تی پی خودم هم توی این قسمت مشخص کرده بودم. یعنی که بهش گفته بودم که آقا این معامله‌ای که من باز میکنم ممکنه 50 پیپ بیا تو ضرر برای من نگهدار، یا اگه فرضاً 50 پیپ رفت توی سود این معامله رو برای من ببندش. ببینید مثلا بهش میخوام بگیم که اینجا این عدد هستش 50 پیپ میشه عددی که اینجا ببین نمیشه 504 عدد آخرش رو کار نداشته باشیم نمیشه 50 1 17 13 میخوایم بگیم که حالا من اینجا با این خط سفید مشخص میکنم میخوایم بگیم که معامله منو اگر رسید تو این نقطه برای من ببندش. پس کافی بود که من اینجا توی نیو اوردر بعد از اینکه حجمم مشخص کردم استاپ لاس هم مشخص کردم اینجا حد سودم هم این عدد رو وارد میکردم و به نرم افزار میگفتم که اینجا برای من این معامله رو ببند. حالا که من اونجا وارد نکردم چند حالت داریم که میتونیم این قسمت رو به نرم افزار بگیریم. اولین حالتش اینه که ما توی این قسمت پایین که ترید ما باز شده و به ما نمایش داده میشه بیایم اینجا روی تی پی کلیک بکنیم و همون جدولی که اون قسمت برای نیو اوردر باز شد برای ما باز میشه. با این فرض که میتونیم این قسمت رو ادیت بکنیم و کافیه که من توی اینجا که تیک پروفیت هستش عددی که میخوام معامله من بسته میشه رو وارد بکنم. عددی که میخوام بسته بشه 1 17 13 هستش. 1 17 13 مینویسم و مودیفای رو میزنم. ببینید من تا مودیفای رو بزنم اینو ببریم بالا تا مشخص تا مودیفای رو بزنم اینجا برای من نشون داده میشه که اینجا هم حد سود من هستش. اگر این نمودار رشد بکنه و برسه به این نقطه این نرم افزار به طور خودکار معامله منو میبنده. جور دیگه که میتونستم مشخص بکنم ببینید اینجا معامله من باز شده. کافی بود من روی این خطچین کلیک چپ بکنم و نگه دارم کلیکمو و اگر من این خطی که اینجا کلیک کردم بیارم پایین SL من تغییر پیدا میکنه. یعنی میتونم بذارم مثلا تا اینجا بگم SL من بیشتر باشه و کلیکمو رها بکنم تا SL من تغییر بکنه. یا فرضاً برای تی پی کافی بود من روی نقطه کلیک بکنم و به سمت بالا بکشم و بهش بگم مثلا تی پی من میخوام بیشتر باشه، به جا 50 پیپ فرضاً 80 پیپ باشه. نمودارشو میارم بالا و کلیکمو رها میکنم و به این شکل تی پی من و یا SL من تغییر داده میشه. خب ببینید تو این قسمت پایین هم به ما تریدمون رو نشون میده. بهمون میگه که تریدمون چه معامله‌ای هست، جو فرض یورو USD، چه تایمی باز شده، چه جهتی هست فروش یا خرید، مقدار حجممون، قیمتی که باز شده، حد ضرر و حد سود و قیمتی که الان نمودار هست و در نهایت هم میزان سود یا میزان ضرر ما رو تو این قسمت آخر نمایش میده. خب ما تو این ویدیو یاد گرفتیم که چطور یک معامله توی متاتریدر باز بکنیم و حد سود و حد ضررمون رو مشخص بکنیم و در نهایت هم ما میخوایم توی قسمت بعد راجع به مدیریت سرمایه صحبت بکنیم که متوجه بشیم که حد سودمون و حد ضررمون رو بر اساس چه مبنایی قرار بدیم و بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم. و ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کنید.